دوستان عزیزم سلام به کانال تاروتیوب خوش اومدید. امیدوارم که عالی باشید و یک روز پرقدرت و پر انرژی رو شروع کرده باشید. امروز اومدیم با یک فال جذاب ماه به ماه. قراره که یک پیشگویی شهودی تا آخر مهر ماه برای شما داشته باشیم. لطفاً نیت کنید. فروردین ماهی عزیزم، در محل کارت 2 پیشنهاد عالی داری که برات خیلی خوب افتاده. خودت نگران میشی، نمیدونی چی کار کنی، سر دوراهی قرار میگیری بابت این پیشنهاد. فکر میکنی که با حجمه کاری روبرو هستی. تصمیمتو بگیر و توکلت به خداوند بزرگ باشه. ببین، یک بیماری برات میبینم. این بیماری ممکنه روی خون شما باشه و شما رو اذیت داره میکنه. سعی کن که یه مشاوره پزشکی داشته باشی و اگر قرصی رو مصرف میکنی حتما سعی کنی قرص رو تغییر بدی، چون اصلا برای بدنت مناسب نیستش. سر یه دوراهی قرار میگیری. این دوراهی ممکنه که اولش سخت به نظر برسه و تو نتونی تصمیمتو بگیری، اما برات میبینم تا 4 زمان دیگه از این فکر درگیرت که نمیدونی چیکار کنی در میای. ببین، یکم دعوا و بحث برای متأهلین فروردین ماهی افتاده که یه سریاش ربطی به گذشته داره و باعث میشه که شما دوتا از همدیگه دلخور بشید. سعی کن که جو منزل رو آروم کنی و سر موضوعهای پیچ و پا افتاده زیاد دعوا و درگیری نداشته باشی. خب ببین، برات دارم میبینم که اگر که مجردی، شخصی رو دارم میبینم که از راه دور شما را دوست داره و دوست داره که بیاد از قلبش، از احساسش بهت بگه. شرایط رو ایجاد کن، چون خودت هم بدت نمیاد وقتی بهت پیشنهاد میده. ببین، برای کسایی که تو رابطه هستن یک دیدار دیده میشه و یه سری فکرای شلوغ. ممکنه که حس بی تفاوتی از کیس احساسیت بگیری که کوتاه مدته، زود میگذره. اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 639 رو کامنت بذار. اردیبهشت مایه جان، اردیبهشت مایه عزیزم، ذهنتو شلوغ میبینم. یه خرید برای خودت داری که باب دلته و خوشت میاد. یک جشن تولد برات افتاده. تو این جشن تولد یا خودت صاحب مجلس هستی یا برای یکی از اعضای خانوادته که اقدام داری براش یه کاری انجام میدی. ببین، برات میبینم که یک بیماری برای یکی از اعضای خانوادت پیش میاد و ذهنت درگیر میشه و دارم بعد میبینم که از خداوند میخوای که زود این بیماری رفع بشه. صدای شما به گوش کائنات میرسه و مطمئن باشید که به زودی زود این بیماری رفع میشه. ببین، اگر نظر و نیازی کردی، خواسته یا داری، تا 5 وعده دیگه برای تو حاجت روایی میبینم. اگر که از طرف شخصی طلبی داری و این شخص دوست نداره که این پول رو به شما بده، تا 2 زمان دیگه این پول به دست شما میرسه. برای شما افتاده که سری از مشکلات مالی شما داره حل میشه. نباید قصه بخوری و فکرتو درگیر کنی. کار یا استارت زدی و نمیدونی که قراره که این کار چجوری پیش بره و چی بشه. شما به چند و چوندش کاری نداشته باش، فقط ادامه بده. استمرار چاره کار توه. با ادامه دادن به موفقیت بالایی خواهی رسید. ببین، اگر که توی رابطه هستی، برای تو دیدار افتاده. تو این دیدار حسای نامطلوبی داریم از طرف مقابلت میگیری، سیگنال بعد افتاده میگیری که کوتاه مدته و برات میبینم که
بین دو رابطه قرار میگیری که آیا قبول کنی یا نکنی. اینا همه بستگی به خودت داره که چی کار کنی، تصمیم با خودته. یکم نسبت به یه سری از اتفاقاتی که دور و برت داره پیش میاد استرس داری. استرستو کوتاه کن. از طرف یک دوست قدیمی یک پیام یا تماسی رو دریافت میکنی که حالت عوض میشه، حالت بهتر میشه و بعد دارم میبینم که دور و برت آرومه. فقط باید خودت آرومتر باشی تا بتونی به کاری که توی ذهنته برسی. خب دوست عزیز اردیبهشت ماهی من، اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 888 رو کامنت بذار. خرداد ماهی های جان، خرداد ماهی های عزیزم، نگران به نظر میرسی نسبت به همسرت. انگار که اون توقعی که ازش داری رو انجام نمیده، کارا رو انجام نمیده درست حسابی و شما داری بابت این موضوع اذیت میشی. یک پولی به دستت میرسه که باهاش یه سری وسایل منزل رو خریداری میکنی و دارم بعد میبینم که یک حمایت مالی داری. ممکنه یک ارثیه باشه یا یک وام باشه که به زودی زود قرار به دستت برسه. اگر که قصد سرمایه گذاری داری یا دوست داری که با یک کسی کاری رو شروع کنی، برات تا 2 زمان دیگه عالی افتاده. یکم کارهای زیبایی برات افتاده، اقدام داری واسش و برات مطلوبه که اگر بخوای انجام بدی. ببین دور و برات یکم شلوغی افتاده. از طرف یکی از اعضای خانواده تو دعوا و درگیری دیده میشه و فکرت کلا به هم ریخته میشه. انگار که آدم هایی که دور و برت هستن هم فرکانس با خودت نیستن و این موضوع شما رو داره اذیت میکنه. به زودی زود افتاده که به خواسته قلبیت میرسی، فقط باید احتیاط رو رعایت کنی. توی روابط احساسی تو عشق 2 طرفه افتاده و یک محبت، یک پالس مثبتی را از طرف کیس احساسی دریافت میکنی. یکم فاصله افتاده، فاصله کوتاه مدته و به زودی زود رفع میشه و برات دارم میبینم که یک سفر داری از طرف یک نفر بهت پیشنهاد میشه. بستگی به خودت داره که این سفر رو قبول کنی یا نه. دوست عزیز خرداد ماهی من، اگر که فالت رو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 555 رو کامنت بذار. تیر ماهی جان، تیر ماهی عزیزم، برات میبینم که از طرف یک نفر ناراحتی پیش میاد که دلت خیلی میگیره. احساس میکنی که محبت هایی که کردی بهش رو نمیبینه این شخص و بیفایده بوده تا الان این رابطه. شاید دوستت باشه این شخص. اگر که مجرد هستی برات ازدواج دیده میشه تا 4 ودیه دیگه. اولش یه سری مشکلات برات پیش میاد و اصلا فکر میکنی که تموم شده و رفته دیگه، هیچ اتفاقی نمیافته واسه. اما برات میبینم که بعد از اینکه این مشکلات پیش اومد تا 3 زمان دیگه مقدمات ازدواجت فراهم میشه. اگر که پولی رو کنار گذاشتی و قصد داری سرمایه گذاری انجام بدی یا یه خریدی باش داشته باشی، برات عالی افتاده. ببین یه جابجایی منزل یا یه جابجایی کاری برات دیده میشه که به نفعته و ممکنه مبلغی از اون پولی که بهت گفتم و برای اجاره یا پیش پرداخت جایی در نظر بگیری که به نفعت هستش. ببین توی کارت شراکت دیده میشه. این شراکت یکم نامتناقض دیده میشه. ممکنه که شریک کاری تو شخصی باشه که خیلی توی کارها با رفتارش با کارها شما رو اذیت کنه و شما تصمیم بگیرید که یکم اداری و قانونی باش رفتار کنی که من به شما حق میدم این کار رو حتما انجام بده. ببین توی روابط احساسی تو یک پیام یا یه تلفن دیده میشه و
کیس احساسی شما تلاش میکنه که رابطه رو به جاهای بهتر ببره. یکم سردی افتاده توی رابطه شما و حس میکنید که باید یکم خودتون رو دور کنید و بعد میبینم که این شخص در تلاشه که خودش رو به شما نزدیکتر کنه. اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی‌های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 108 رو کامنت بذار. مرداد مایه های جان، مرداد مایه عزیزم، منتظر سرانجام گرفتن کارت هستی. یه اتفاقایی افتاده که یکم خوشحالی ولی استرس داری. استرستو کم کن، بعد آینده رو خیلی عالی میبینم. از طرف شخصی که دوستش داری برات دوری افتاده. متأهلین ممکنه که همسرتون یه شرایطی پیش بیاد براشون، یه سفر کاری داشته باشن که شما تو این تایم احساس دلتنگی میکنید و احساس میکنید که همسرتون رو نسبت به قبل بیشتر دوست داشتید و شما توی کارا صبر دیده میشه. یکم باید صبور باشید و برای یه سری از متأهلین مرداد ماهی اختلافات زیادی افتاده. انگار که همسرتون شما رو درک نمیکنه اونجوری که باید و شاید وظایفش رو انجام نمیده. یکم سردی و فاصله توی رابطه افتاده که داره میگه تا 4 زمان دیگه چالش ها بیشتر میشه و شما موضوع رو حاد میبینید و تصمیم میگیرید که یه راه چاره ای رو برای این مشکل پیدا کنید. یه سری سنگینی ها توی کارهای شما دیده میشه، انگار که احتیاج به یک پاکسازی دارید. از طرف یک تلفن به شما ابراز علاقه میشه اگر مجرد هستید. تو این تلفن شما عدد 8 و 9 رو داره بعد از پیش شماره برات میبینم و این شخص قصدش با شما یک رابطه ادامه دار و یک رابطه عالیه و دوست داره که در آینده به شما پیشنهاد ازدواج بده. از نظر مالی برای افزایش درآمدی افتاده. سعی کن که به خاطر این درآمدی که به اضافه میشه جو زده نشی. یکم برات غرور رو دارم میبینم. ببین امروز سعی کنید که به خودتون ثابت کنید که لایق خیلی از چیزها هستید و براتون میبینم که اونایی که یه سری مشاجرات داشتن یک هدیه عالی از طرف همسرشون دریافت خواهند کرد. اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 111 رو کامنت بذار. شهریور مایه های جان، شهریور مایه عزیزم، یه سری مشکلات برای تو به وجود اومده که یه وضعیت ناراحت کننده ای رو برات فراهم کرده و اصلا حوصله کسی و چیزی رو نداری. سر یه سری از مسائل کوچیک به هم میریسی و دوست داری که اصلا خودت همه چی رو خراب کنی. در این شرایط سعی کن که بیشتر به رفتار اهمیت بدی و دست از این حالت پریشانی برداری، چون باعث میشه که این کارهای تو اون از دست دلخور بشن. ببین شما آدمی هستی که خیلی کار درسته و سعی میکنی که از رفتارهای ناپسند دوری کنی. بعد میبینم که قبل از اینکه اتفاقی برات بیفته آبروداری کن و کاری نکن که به ضرر تموم بشه. ببین یه سری وسوسه ها برات میبینم که انگار سر یه سری مسائلی به پیشنهاد میدن، انگار وسوسه کننده است و نمیدونی که چی کار کنی. بعد پیشنهاد میدم که این کار رو انجام نده، روی هدفت متمرکز باش. انگار که خیلی خسته هستی و حوصله یه سری از کارها رو نداری. سعی کن که یه تایمی رو به خودت استراحت بدی، بعد با انرژی کافی و عالی کارتو ادامه بدی. ببین
دارم بعد می‌بینم که اگر متأهلی همسر شما از دستت ناراحت میشه و دارم بعد می‌بینم که این دلخوری تا 3 زمان دیگه ادامه داره و بستگی به خودت داره که این ناراحتی ها رو از بین ببری. اطرافیانت خیلی دارن تو کارات دخالت میکنن، سعی کن که پا ندی، اجازه ندی که کسی اینقدر بخواد تو زندگی دخالت کنه. یه خوششانسی برات افتاده که باعث میشه که خوشحال بشی. اگر کار دادگاهی که خودت داری یا یکی از خانوادت برات افتاده که به تأخیر میفته و بی نتیجه، فعلا نتیجه براش ندیدم و اگر که توی رابطه احساسی هستی برات دلتنگی 2 طرفه دیده میشه و افتاده که شخص احساسی تو واقعا عاشقته و دوست داره که این رابطه به جاهای عالی برسه. اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی‌های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 520 رو کامنت بذار. مهمانی عزیزم، یک جشن تولد عالی در پیش دارید و یک هدیه زیبا از کسی که دوستش داری دریافت خواهی کرد. در بین متأهلین مهرماهی یه سری اختلافات زناشویی افتاده که به زودی زود از بین میره و شما سعی میکنید که با همسرتون برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشید و یه حد حدودی اخلاقی رو برای همدیگه بذارید و رعایت کنید. ببین، یه سری برنامه‌ریزی ها برای زندگی شما افتاده، سعی میکنید که هدفتون رو مشخص کنید و بعد کارتون رو انجام بدید. افکار شما سردرگم و کلافه کننده افتاده، حوصله خودتون رو ندارید، احساس میکنید که هر کاری که میخواید انجام بدید پای شما بسته شده. اگر این حس رو دارید برای شما سنگینی میبینم، بهتون پیشنهاد میدم که پاکسازی رو انجام بدید. خانمی هستش که خیلی داره پشت سر شما حرف میزنه، تو گروه اسمی لام آمیم. اگر که همچین شخصی رو دارید زیاد بهش توجه نکنید، پالس منفیش باعث میشه که فکر شما نسبت به این شخص به هم ریخته بشه. شخصی هستش که شاید مادرتون باشه، انرژی مادر زیاد دیده میشه تو فال شما، خیلی داره برای شما دعا میکنه و دوست داره که شما به هدفهاتون برسید. یه تماس خوشحال کننده از شماره تلفن 012 خواهی داشت بعد از پیش شماره البته، و باعث میشه که توی این تلفن یه سری صحبت ها رو حتی بدل میشه و این شخص قوله هایی رو به شما میده که اولش نمیتونه عملی کنه این قول ها رو و باعث میشه که شما اول خوشحال بشید و بعدش از دست این شخص ناراحت بشید. دوست عزیز مهمانی من، اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 777 رو کامنت بذار. آبان مای های جان، آبان مای عزیزم، یه سری بحث و ناراحتی بین شما و شریک زندگیتون افتاده. یکم اختلاف دارم براتون می‌بینم و باعث میشه که شما نسبت به گذشته چالش داشته باشید و ناراحت بشید از انتخابی که داشتید. برای شما یک فاصله و قهر بین همسرتون و شما دیده میشه که داره میگه که شما همش دارید این شخص رو، همسرتون رو با یه نفر که تو گذشته دوست داشتید و قصد ازدواج داشتید باش مقایسه کنید. مقایسه اصلا کار خوبی نیست، هیچ وقت این کار رو انجام ندید. از لحاظ مالی یک اتفاق پرسود برات دیده میشه. از لحاظ احساسی برات میبینم که همسرتون یا کیس احساسی به شما وفادار افتاده. اگر که رابطه کات شده ای رو داشتی و الان توی رابطه نیستی، حس تنهایی داره شما رو اذیت میکنه. دارم بعد میبینم رو تلفن 541 که شخصی هستش که قبلا تو زندگیتون بوده و قصدش اینه که به شما زنگ بزنه. تماس رو تا 4 بعدی دیگه جدی دارم میبینم که حتما بهتون زنگ میزنه.
به زودی افتاده اگر که تو رابطه هستی با کیس احساسیتون دیدار دارید و این دیدار برای شما خوشحال کننده افتاده. اگر که قصد خرید خودرو یا وسیله نقلیه یا هر چی که دارید برای شما روی زمان 4 عالی افتاده و برای شما 3 نشسته پی در پی در زمینه خرید دیده میشه. یکم نگرانی برای فرزندانتون افتاده، نسبت به یکی از این فرزندانتون نگران میشید که بعد از 2 زمان دیگه از این ناراحتی بیرون میایید. دوست عزیز آبان ماهی من، اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی‌های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 956 رو کامنت بذار. آذرمایی های جان، آذرمایی های عزیزم، شرایط مالی شما خیلی ها رو داره اذیت میکنه. شخصی رو دارم براتون میدم که دور براتونه و داره بهش این شرایط حسودی میکنه. سعی کنید که بسیار از کارهاتون رو از نظرها پنهان کنید. اگر که قصد انجام کاری رو داری و این کار قانونی هستش و دارم براتون میبینم که طی کردن یه سری مراحل کاری 8 مرحله‌ای برات افتاده که باید این مراحلش تا طی بشه تا شما به خواستتون برسید. برای شما توی زمینه کاریتون پیشرفت افتاده. روزها کلاف و اعصاب خورد کن شدید و علاوه بر این که خودتون رو ناراحت میکنید، اطرافیانتون هم از دست شما ناراحت میشن. ببین، اگر که مجرد هستید برای شما خواستگار دیده میشه. خرید فروش دارید، این خرید فروش میتونه روی وسایل نقلیه باشه یا روی یک ملک باشه که برای شما تا 2 زمان دیگه عالی افتاده. ببین، یه جابجایی باید دیده میشه. این جابجایی بستگی به نیتی که روی این فال داری هستش. اگر که مجرد هستی و رابطه ای رو نداری، برای شما افتاده که به صورت واسطه‌ای شخصی به شما معرفی میشه و برای شما افتاده که شما به این شخص علاقه‌مند میشید. اگر که یه رابطه هستی از طرف کیس احساسی، برای شما یک خوشحالی و ابراز علاقه بی‌نظیر دیده میشه. اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 436 رو کامنت بذار. دیمایی های جان، دیمایی عزیزم، برات میبینم که یه سری کارهای اداری داری که حل نمیشه و ذهن درگیر شده، نمیدونی که چیکار کنی. دارم بهت میبینم نتیجه رو که تا آخر مهر ماه شما به این نتیجه مطلوبت میرسی. یک خبر خیلی خوب قرار دریافت کنی. اگر که قصد داری که یه رژیم غذایی خوب داشته باشی، حتما تحت درمان یک مشاور تغذیه باش و بعد رژیمتو شروع کن. بعد یه ورزش افتاده، ممکنه که یه دوره ورزشی رو ثبت نام کنی، برات خیلی خوب افتاده تو این زمینه. سر یه سری از مسائل گرفتاری دیده میشه. اگر که شخصی رو داری که توی زندان اسیر براش افتاده که به زودی آزاد میشه و فکر شما توی این زمینه راحت میشه. روی مسائل کاری و مالی احساسی تو موفقیت دیده میشه. اگر مجرد هستی، مراسم خواستگاری، مراسم ازدواج دیده میشه. یه سری آدم های دور و برت هستن که دوست دارن که یه سری مشکلات رو برات به وجود بیارن. این فرد میتونه همخون شما باشه که آدمی هستش که جوونه و کلا تم شخصیتی ناراحت کننده ای داره و دوست داره که دور و بر شما رو پریشون کنه. سعی کن به حرف این شخص اصلا گوش ندی. توی روابط احساسی دوست داشتن 2 طرفه افتاده. یکم سردی، دلخوری توی رابطه دیده میشه و یک دلتنگی که به شما گفته میشه. حرف از این دلم تنگ شده، ابراز دلتنگی به شما زده میشه.
اگر که فالت رو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 999 رو کامنت بذار. بهمن مایه های جان. بهمن مایه عزیزم، انگار که بین دوتا راه در رفت آمد هستی و خسته به نظر میرسی. دخالت های زیادی رو توی محیط کاری دارم میبینم از طرف شخصی که تو گروه اسمی 3 و دوست داری که شما پیشرفتی رو تو این زمینه نداشته باشی. بهتره که اول با خودش صحبت کنی و بعد تصمیمتو بگیری که برش بخوای یک اقدامی رو انجام بدی که به ضررش باشه. اهدافت شخصی رو دارم ببینم که دروه و همه جا دوست داره که پشت سر شما حرفای ناجوری رو بزنه. شما متوجه این شخص خواهید شد. از لحاظ مالی 2 پیشنهاد برات افتاده، 2 تغییر حالی افتاده و برات یک کار تهاتر مانند، انگار که ملکی رو بخوای با چیز دیگه‌ای، با یه زمینی یا حتی با یک خودرویی بخوای جابجا کنی، برات عالی افتاده. تو کارهای زیبایی برات می‌بینم که قصد انجام کارهای زیبایی مثل ژل زدن، بوتاکس، فیلر برات عالی افتاده که تا یک زمان دیگه این کار رو انجام خواهی داد. بعد دارم می‌بینم اگر که خانم هستی، آقایی برای شما افتاده که قصدش ابراز علاقه و ازدواج. اولش سعی میکنه که به روی شما نیاره، ابراز علاقه نکنه، اما خودت متوجه میشی و رابطه شما به جاهای عالی هدایت میشه و شما از وجود این شخص راضی و خوشحال خواهید شد و خبرهای عالی رو برای زندگی شما داره. قدم این شخص کلاً مثبت افتاده، خودتون متوجه میشید. اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 777 رو کامنت بذار. اسفند مایه های جان. اسفند مایه عزیزم، وقتی به دور و برت نگاه میکنی احساس میکنی که آدم های دور و برت کلن اعصابتو خورد میکنن، اونجوری که باید و شاید با به دلت نیستن و این حس بدی رو به تو میده. از طرف یک آقایی برات ناامیدی افتاده. این شخص میتونه همسر یا کیس احساسی تو باشه و احساس میکنی که اونجور باید و شاید به شما نمیرسه، توجهی نداره و تصمیم میگیری که این شخص رو به صورت موقت از زندگیت حذفش کنی، چون که دوست داشتن از طرف شما روی سطح‌های بالاتری دیده میشه. ببین، من میبینم که یه گره افتاده توی زندگیت، توی کارت و بعد افتاده که باید یکم حوصله به خرج بدی و صبر داشته باشی و با اقدام کردن کارتو پیش ببری. یه پیروزی برات افتاده به زودی بابت یک موضوعی، موفقیت ویژه‌ای داری. ببین، شما آدمی هستی قلب پاک و ساده‌ای داری و صادقانه حرف میزنی و این حس عالی که داری باعث میشه که آدم‌های حسود دور و بر تو حضور داشته باشن و نذارن اونجوری که باید و شاید شرایط برای تو عالی پیش بره. ببین، سعی کن که زیاد از اون چیزی که تو قلب تو افکارت میگذره با شخصی صحبت نکنی. برات یک دور همی افتاده، یک مهمانی افتاده، حتما قبل از اینکه تو این دور همی حضور پیدا کنی یک صدقه رو بذار برای خودت کنار، چون هم بعد روی تو یه چشم میبینم که باعث میشه که کار تو زندگی بعد از این مهمانی سنگین بشه. ببین، شخص احساسی تو یه سری قولها رو به تو داده، ممکنه که زیرش بزنه و قبول نکنه و یه حس طرد شده که ناراحتی بیاد سراغت، اصلا احساس کنی که شاید شخص دیگه تو زندگیش باشه. ببین، این حس رو از خودت دور کن. من دارم برای تو میبینم که
این شخص داره بهت فکر میکنه و دوست داره که این مشکلی که پیش اومده رو از بین ببره. دوست عزیز من، اگر که فالتو دوست داشتی و دوست داری که با انرژی های کیهانی همسو و هم فرکانس بشی، عدد 393 رو کامنت بذار. دوست عزیزم، مرسی که فالتو گوش کردی، مرسی که هستی. به رسم ادب از تمام دوستان عزیزم که کامنت های محبت آمیزی رو برای من می نویسند تشکر می کنم. تا یک انرژی خانی دیگه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. عشق از قلبم به قلب نازنین شما دوستان عزیزم.